اسم من امیر اسماعیل سامانی هست. در سال 234 هجری قمری در فرغانه متولد شدم. اصل ما از نسل بهرام چوبین هست که برمیگردد به سلسله امپراتور ساسانیان. قبل از من اشخاص دیگری از خانواده‌ام بر بخش کوچکی که از خراسان حکمرانی می‌کردند. من و خانواده‌ام از جمله اشخاص قابل احترام خراسان بودیم. قبل از اینکه به قدرت برسم، برادرم نصر پادشاه سامانیان بود. من بنیانگذار سلسله امپراتوری سامانی نبودم، بلکه قبل از من حکومت سامانیان تشکیل شده بود. اولین مأموریت نظامیم در بخارا بود. در زمانی که برادرم نصر پادشاه سامانیان بود، بخارا ناآرام بود. نصر به من گفت برو و بخارا را در اداره ما بیاور. در آن زمان وضعیت بخارا خیلی وخیم بود. نابرابری و ناعدالتی به اوج خود رسیده بود. با یک جنگ طاقت فرسای خونین بخارا را در زیر اداره سامانیان درآوردم. زمانی که بخارا زیر امر سامانیان درآمد، به امر برادرم حاکم بخارا شدم و در بخارا توانستم امنیت و آسایش را بیاورم. از طرف برادرم تعیین شده بود که سالانه 500,000 درهم باید به سمرقند مالیات بدهم. ولی در اینجا یک مشکل پیش آمد. بعد از جنگ هایی که انجام داده بودم تا بخارا را آرام کنم، مصارف زیادی نمودم و درآمد بخارا خیلی زیاد هم نبود. بعد از 1 سال مالیات به سمرقند نرسید و روابط ما دو برادر خراب شد. سالی دیگر هم نتونستم مالیات را فراهم کنم و این باعث شد که جنگ بین ما رخ دهد. نصر ارتش خود را آماده نمود و به سمت بخارا حمله کرد. من در رهبری جنگ یک شخص ماهر بودم و می توانستم ارتش‌های بزرگ را با ارتش کوچک خود شکست دهم. در اینجا هم توانستم ارتش نصر را شکست دهم. سربازان برادرم را به سوی من آوردند. اما با احترام برادرم را آزاد کردم و برای او گفتم که تو پادشاه هستی و اما من فرمان بردار تو خواهم بود. نصر هم دانست که شخص خیانتکار نیستم و من را جانشین بعدی خود اعلان نمود. بعد از وفات برادرم پادشاه شدم، سیستم آبیاری را در شهرها به وجود آوردم و سیستم مالیاتی را نیز تغییر دادم. من در طول حیات خود جنگ‌های بیشمار را انجام دادم و به مناطق زیاد حمله کردم، از جمله بر مناطق آسیایی میانه و مسلمان ساختن این اقوام به دین اسلام. در آن زمان حکومت سفاریان هم از بین نرفتند و همیشه من حیث تهدید دیده می شدند. من با همان مهارت‌های نظامی خود توانستم پیروز جنگ در مقابل سفاریان شوم. در این هنگام دشمنانی دیگری در حال ظهور بود که از جمله علویان طبرستان بود که با آنها درگیر شدم و آنها را نیز شکست دادم و اون منطقه را به خاک خود اضافه نمودم. و همچنان در نقاط کوهستانی ولایت غور هم یک درگیری انجام دادم که در آن هم پیروز شدم. و این آخرین لشکرکشی‌ام بود و بعد از آن به یک بیماری مبتلا شدم. در سال 295 قمری از بر اثر مریضی از دنیا رفتم.